فراموشش کن چون قراره با 3-4 قلم مواد خودمون سس قرمز خونگی درست کنیم. بچه‌های من عاشق سس قرمزن. واسه این براشون سالم و بدون مواد نگه دارندش رو درست کردم که با نمونه کارخونه‌ایش مو نمیزنه. تو یخچال تا 1 ماه هم موندگاری داره. توی ظرف آب، نشاسته ذرت، سرکه، رب و شکر رو مخلوط کنید. من ادویه‌های بیسیک سس کچاپو گفتم که در دسترس همتون باشه. شما از هر ادویه‌ای که دوست داشتید میتونید استفاده کنید. من پودر سیر، پودر پیاز، آبیشم، فلفل قرمز و جوز هندی زدم. نمکش هم بزنید و اگه دوست داشتین توی این مرحله 2-3 قاشق روغن مایه هم اضافه کنید که من نکردم. حالا مواد سس قرمزمون رو میریزیم توی تابه و مدام همش میزنیم. سس آروم آروم شروع میکنه به غلیظ شدن و بعد از 6-7 دقیقه دیگه آماده است. بذارین سرد بشه. اونو توی ظرف مخصوص بریزین و توی یخچال نگهداری کنین. مطمئنم شما هم مثل من خیلی وقتا در یخچال باز کردین دیدین ای بابا سس قرمز تموم شده. این رسیپی دقیقاً مال اون موقع هاست. پس حتما سیوش کن. طعم این سس دیوونه کننده است.